برای شیره یه ابریشم کباب نیاز داریم به آب، گلاب، شکر، زعفران، هل، گلاب و آب لیمو. تمام مواد داخل مایتابه میریزیم، میگذاریم که شکر کاملا حل بشه ولی زیاد نباید بجوشه. شیره ها ما درست شد، میگذاریم داخل یخچال که سرد بشه و ما تا وقت ابریشم کباب با خود درست میکنیم. تمام تخم مرغ نباید یک باره بشکنیم. اول 3 تا داخل کاسه میشکنیم، با چینگال هم بزنیم فقط در حد مخلوط شدن. روغن میگذاریم داغ بشه و بعد به این صورت داخل مایتابه میریزیم در حدی که تمام مایتابه ما پر بشه و بعد هم به این صورت ور میداریم و میگذاریم که طرف دیگه هم پخته بشه. این از ابریشم کباب ما. حالا باید شیره رو روی بریزیم.